چیه؟ ببین چی گرفتم. و این انقدر همه جا ناموجود بود، من وقتی که پیداش کردم 2 تا ازش خریدم. از حول این که نیفتم تو چه افتادم تو حلیم. گچ کندم میشه این؟ نه والا سفته. حالا این چیه این گچه؟ کرم پودره. این چجوری میخواد بشه برای من کرم پودر رو من نمیدونم، ولی قراره بشه کرم پودر. بوی خاصی نمیده. خیلی نرمه ها، خیلی زیاد. حالا ببینیم این چجوری میخواد برای ما بشه کرم پودر. این سمتش من اولین بار دارم تست میکنم. این سمتش یه دونه براش داره، قشنگ از این براشای خیلی منسجم. براش خوبیه. ببین دقیقاً داره میشه رنگ پوستم، یعنی نه یه درجه روشن‌تر تیره تر، دقیقاً رنگ پوستم. و چقدر سبکه. سبکترین کرم پودریه که من تا الان داشتم. فقط نباید ازش اینقدر زیاد میزدم دیگه. خیلی طبیعیه روی پوست. البته نباید ازش اینقدر زد که من زدم. با توجه به اینکه یه ذرهش خیلی پوشش میده، مدت طولانی میمونه. به نظرم حتما باید با اسپانج رفت روش. خوشگل‌تر میشه. خیلی خوشگله روی پوست. نگاه کن. و یه پیجی میشستم توی ایران که اینا رو موجود داره، پیجشو توی کپشن میذارم. بوس بهتون، خدافظ.